بالاخره اوlador شدیم. زندگی برایم خیلی زیبا بود. فکر کردم همه آرزوهایم رو یک بار در دیدم. دیگر آرزو نداشتم، غم نداشتم. دیگر چیزی و کسی برایم مهم نبود. بعد 2 سال صاحب دخترچه ناز و زیبا شدم. از شادی می بالیدم که هرچی را از خداوند خواستم بر من داد گفته. ولی زیادی خرسندی. در این حال گریه گلوگیره شد. کمی سکوت استاد. معلوم که دلش بدجوری زخمی است. باز به صحبت خود ادامه داده گفت: خیانتش را، دروغش را، محبت 2 روزه‌اش را، شکستنهایش را نمی بخشم. نمیدانم بین دل و دستم چیست. چو هر کی را به دل آوردم او را از دست دادم. یادم میآید آن روزهایی که میگفتی ما اصلا یکدیگر را ترک نمی کنیم. نمیدانستم که تو نقش آفر بهترین بوده ای. زندگی مرا شکست. تو مرا شکستی. دنیا، دنیا چقدر سخت است که کسی معنی نگاه خستت را نفهمد. چقدر سخت است و همه لبخند بزنی و در دلت یک دنیا غم باشد. چقدر سخت است وقتی همه میخندد ناگهان دلگیر شوی. چقدر سخت است این همه بار زندگی را تحمل کنی. انسان در 2 حالت دیگرگون می شود. یکم زمانی که دوست می دارد. دوم وقتی که دوست داشته‌اش را با دیگر نفر می بیند. برایت خوشبختی می خواهم برادر.